نگار. در این ویدیو می‌خواهیم یکی از بزرگترین و پرجمعیت‌ترین ولایات افغانستان را برای شما معرفی کنیم. قندهار یکی از 34 ولایت افغانستان و مرکزیت شهر قندهار است که در قسمت جنوبی کشور واقع شده است. قندهار از جنوب با ایالت بلوچستان پاکستان، از غرب با ولایت هلمند، از شمال با ولایت اروزگان و از شرق با ولایت زابل هم‌مرز است. منطقه بزرگ اطراف این ولایت لوی قندهار نامیده می شود. آب و هوای قندهار گرم و خشک است. زبان رایج در قندهار پشتو، فارسی و بلوچی می باشد. این ولایت با داشتن 2794 قریه، 47676 کیلومتر مساحت مربع و نفوس آن در حدود 2 میلیون است. در ولایت قندهار علاوه بر پشتونها، اقوام بلوچ، تاجک و هزاره نیز سکونت دارند و در پهلوی آن برخی از هندوها نیز مستقر هستند. قندهار به شکل یک مربع و بسیار منظم ساخته شده است. شهر به چند محله تقسیم شده و هر محله مطلق به یک یا چند قوم و قبیله می باشد که در اطراف قندهار باغ‌های میوه، انار و تاکستان بسیاری وجود دارد. از جمله دلایلی که باعث زیباتر شدن این ولایت شده است، داشتن دشت‌های وسیع، سلسله کوه‌های بلند، زمین‌های آباد و باغ‌های سرشار است که در اقتصاد و زیبایی این ولایت نقش بسیار مهمی را بازی کرده است. نام قندهار یا کندهار برگرفته از کلمه کندهارا، نام سرزمین و دولت در روزگار قدیم می باشد که شامل حوزه جنوبی و ورود کابل بوده است. با باور هنری والتر بیلو، نویسنده بریتانیایی، این سرزمین شامل تمام ولایات امروزی قندهار است که در پی یورش هفتالیان در سده 5 میلادی گسترش پیدا کرده بود. فرضیه دیگر که شامل کاربردهای قدیمی تر این نام می شود، آن را برگرفته از نام فرضی یونانی شهر گوندفاریا، برگرفته از نام گوندفر فرمانروای پارتی هند می داند که سکه‌هایش در قندهار پیدا شده اند. نام‌های تاریخی سرزمین قندهار: هیروتش، آراخوزیا، رخیج، شهر قندهار، دیگین آباد. در منابع پیش از اسلام در سنگ‌نوشته‌های هخامنشی از نام هیروتش یعنی یونانی باستان آراخوزیا یا ارخوتا یاد شده که سرزمینی در پیرامون قندهار امروزی بوده و یکی از ساتراپی‌های شرقی هخامنشیان شمرده شده است. در منابع اسلامی نام رخیج یا رخود یا همان آراخوزیا در منابع یونانی یعنی رومی است که برای سرزمین پیرامون قندهار امروزی استفاده می شده. نام‌های تاریخی سرزمین قندهار: هیروتش، آراخوزیا، رخیج، شهر قندهار، دیگین آباد. در منابع پیش از اسلام در سنگ‌نوشته‌های هخامنشی از نام هیروتش یعنی یونانی باستان آراخوزیا یا ارخوتا یاد شده که سرزمینی در پیرامون قندهار امروزی بوده و یکی از ساتراپی‌های شرقی هخامنشیان شمرده شده است. ولسوالی‌های قندهار: ارغستان، ارغنداب، پنجاب، خاکریز، دامان، ریگستان، شاولیکوت، شورابک، میوند، جیلی، اسپین بولدک، قندهار معروف، میانشین، نیش. احمدشاه درانی بنیانگذار امپراتوری افغانستان در سال 1747 کنترل این ولایت را بر دست گرفت و شهر قندهار را پایتخت امپراتوری جدید تبدیل کرد. در دهه 1770 پایتخت امپراتوری توسط تیمورشاه پسرش به کابل منتقل شد. مقبره احمدشاه درانی در مرکز شهر قندهار واقع است. سرشناسان: میرویس هوتک بنیانگذار سلسله هوتکیان، عبدالعزیز هوتک جانشین میرویس خان، محمود هوتک سومین شاه هوتکیان، اشرف هوتکی چهارمین شاه هوتکیان، احمدشاه درانی بنیانگذار امپراتوری درانی،
تیمورشاه درانی جانشین احمدشاه درانی، دوست محمد خان بنیانگذار سلسله بارکزایی، محمد ایوب خان فاتح نبرد میوند، امیر شیرعلی خان امیر سلسله بارکزایی، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان از 2001 تا 2013، عبدالحی حبیبی نویسنده افغان، عبدالرازق اچکزی هوتکی والی قندهار. آب و هوای قندهار. قندهار دارای آب و هوای نیمه خشک کوپن است که با بارش کم و تغییر زیاد دمای تابستان و زمستان مشاهده می شود. دما در تابستان با میانگین 24 ساعته حدود 31.9 درجه سانتیگراد و یعنی 89.4 درجه فارنهایت به اوج خود می رسد. بیشترین میزان بارش به صورت باران است. برای حمایت از ما کانال ما را لایک و سابسکرایب کنید.